دوستان عزیز پیش از ویدیو را تماشا کردن با شما اینجا سپانسرای کانال ما اینا توصیه میتونم تاکسی گرانیتسا قزاقستان ساق سلامت به خواست خدا برده میاره اینا авиакаса دوستان عزیز بلیطای سامالیات بلیطای پویز از نام کانال بابی خالداربای مرامت کرده زنگ بزنید آدمای باور اینو که مرامت کرده زنگ بزنید در بوی بهار جانو مهر این ماه شریف رمضان هم لیکن بهار دامد بهت فصل خوبه بهار خوب شروع کرده که ما دوست مراجعه کجا باشد دوست مراجعه پیدا کنم اکو یا پولش بتونم یک گوسپند خریده بیاره در این ماه شریف رمضان اخی یک گوسپند گوشت گوسپند بخوریم یک قوت کنیم اخی دوست مراجعه دوست مراجعه کلک ها کجا ده یا ایسا بیا که ها شکر اتاق فایده کردی اینجا بیا دوست مراجعه دوست مراجعه سازه تنجی چیکار کردی اینجا هیچ همه هزمو رو همشه جا بجا کردم هزمو رو تل کردی انا کن دوست مراجعه این ماه شریف رمضان آمد ما تو را پول میتونم گوش کن یک تا گوسپند بار داقی خوش را بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماندگی شاخی ماه شریف رمضان ده کم کم دوبریده انداخته آقا میخوره فهمیدی آخه گوسپند؟ یک گوسپند بار داقی کلان خوش را بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماه شریف رمضان ده میخوریم من کاکا جمعه بزرگ هفته سکو میرم حرکت مال میرم قدر بچه جانمه یه بچه ما علاقه کلا شده با عقل شده که خودش میدانه آخه دوست مراجعه لیکن همه خدا بوترتا نمیگه بچه کی من گوسپند خری رفتم دیگه میگو سوی بشه برای چی گفت که انا میخره بخر بوی میشی بوی خیلی اوتام گفت که گوسپند بخر حال یه زمان شده که این گوسپند میخری میره با لیکن این خر میمونه خر برای بوی میکنه خرکو خر در خواب ببینی خر مراد نمیدن در خواب ببینی آدم بوی میشی اوتا بیا آمده دوست مراجعه دیدی اوتا خرا دیدی اوتا دیدی اینه قرآن که اگر من تو را گفتم که گوسپند بخور تو رفتی یک خر خریده واده گوسپند خورده میشه این خر خوردن نجابت داده اوخی اوتا سر سامان نشم بست چه خب سر سامان نشم من تو را یک بچه با عقل گفتم رای کدام من تو را بچه با عقل گفتم من تو را پول دادم که برای یک گوسپند بخور یک گوسپند بارداقه بیاد اینجا نان داره گفتم من تو را گوسپند گفتم تو رفتی یک خر واده خر خوردن نجابت رفتی خر حرام گرفته واده اوخی اوتا این صاحبش میدونی چی گفت؟ چه گفت آخه خوردن نشه آخه اوخی گفت که نبی یه سال پس گفت تو را بوی میکنم برای هم خریدی چی میکنه؟ یه سال پس بوی میکنه تو همین خر تو را بوی میکنه؟ یا ای نلارم قرآن که اگر چی تو دا این خر آینده بلاگر میشه بوی میکنه